تا حالا شده با کلی انگیزه بشینی پای کار یا درس با خودت بگی امروز یه کارامو جمع میکنم، ولی یهو به خودت میای ببینی 2-3 ساعت گذشته و عملاً هیچ کاری نکردی؟ نه اینکه تنبلی کرده باشی، نه اینکه نخوای پیشرفت کنی، فقط ذهنت ویل چرخیده، گوشی دستت بوده یا اصلا نمیدونی زمان چطور رد شده. اگه این صحنه برات آشناست، قبل از اینکه خودتو سرزنش کنی باید یه حقیقت رو مهم رو بدونی. مشکل از تو نیست، مشکل از روشیه که داری با مغزت کار میکنی. بیا از این شروع کنیم. چرا تمرکز کردن اینقدر سخته؟ ما از بچگی یاد گرفتیم هر کی بیشتر بشینه و بیشتر زور بزنه موفق تره. فکر میکنیم تمرکز یعنی چند ساعت بیوقفه قفلی زدن به کار، ولی مغز انسان اصلا اینطوری طراحی نشده. وقتی مغز میفهمه قراره مدت طولانی تحت فشار باشه، خیلی طبیعی شروع میکنه به مقاومت. خستگی میاد، حواس پرتی میاد، اعمال کاری میاد. حتی اگه آدم منظم با اراده‌ای هم باشی، بازم مغزت یه جای کم میاره. اینجاست که اکثر آدما فکر میکنن مشکل از شخصیتشونه، در حالی که مشکل از روش کار کردنه. حالا پومودورو دقیقاً چیه و چرا فرق داره؟ پومودورو یه تکنیک ساده ولی هوشمندانه است. توی این روش به مغزت فشار نمیاری و ازش توقع غیر واقعی نداری. بهش نمیگی بشین 3 ساعت کار کن، بلکه میگی فقط 25 دقیقه تمرکز کن، بعدش استراحته. همین جمله ساده باعث میشه مغز آروم بشه و همکاری کنه. پومودورو یعنی تقسیم کار به بازه‌های کوتاه و مشخص، طوری که نه خسته کننده باشه نه بی نتیجه. اسمش شاید ساده به نظر بیاد، ولی پشتش یه منطق قوی خوابیده. ساختار پومودورو به زبان خیلی ساده. قانون پومودورو اینه که تو 25 دقیقه فقط روی یه کار مشخص متمرکز میشی. بعدش 5 دقیقه استراحت میکنی. این میشه یک پومودورو. وقتی 4 تا پومودورو انجام دادی، یک استراحت طولانی تر حدود 15 تا 30 دقیقه به خودت میدی. همین چرخه ساده باعث میشه کارت هم جلو بره، هم ذهنت مقاومت نکنه. نکته مهم اینه که زمانبندی باید واقعی باشه، نه نمایشی. چون مغز با پومودورو کنار میاد، مغز خط پایان رو دوست داره. وقتی بدون قراره فقط 25 دقیقه متمرکز بشه، دیگه وحشت نمیکنه و شروع به فرار ذهنی نمیکنه. شروع کار آسان‌تر میشه. وقتی شروع کنی معمولا ادامه دادن راحت تره. از طرف دیگه چون میدونی استراحت در راهه، تمرکزت واقعی تر میشه. پومودورو در اصل به مغز احساس امنیت میده، نه اجبار. اجرای درست پومودورو در دنیای واقعی. برای اینکه پومودورو جواب بده، اول باید فقط یک کار مشخص انتخاب کنی، نه چند تا کار با هم، نه کارهای نصف نیمه. بعد تایمر رو روی 25 دقیقه میذاری. گوشی رو سایلنت میکنی، نوتیفیکیشن رو میبندی و شروع میکنی. وسط کار اگه حواست پرت شد اشکالی نداره. مهم اینه که برگردی سر همون کار. هدف پومودورو کامل بودن نیست، واقعی بودنه. وقتی تایمر زنگ خورد، کارت رو متوقف میکنی و میری استراحت. حالا استراحت واقعی یعنی چی؟ خیلی اینجا اشتباه میکنن. استراحت یعنی بلند شدن، راه رفتن، آب خوردن، یه نفس عمیق، نه اسکرول اینستاگرام، نه چک کردن پیام ها. چون وقتی استراحت رو میدی به گوشی، مغز در واقع استراحت نکرده، فقط از یه حواس پرتی رفته توی حواس پرتی دیگه. استراحت درست باعث میشه پومودوروی بعدی واقعا پرقدرت شروع بشه. اشتباهاتی که پومودورو رو بی اثر میکنه. بعضیا میگن پومودورو به درد نمیخوره، ولی واقعیت اینه که درست انجامش نمیدن. وسط 25 دقیقه گوشی چک میکنن، چند تا کار رو با هم قاطی میکنن، تایمر رو جدی نمیگیرن یا استراحت ها رو نابود میکنن. پومودورو یه قرارداد بین تو و خودت، یا بهش پایبندی یا کلاً بیفایده میشه. شخصی سازی پومودورو برای خودت. قرار نیست همه دقیقاً 25 دقیقه کار کنن. اگه تازه شروع کردی میتونی با 15 دقیقه کار رو 5 دقیقه استراحت شروع کنی. اگه حرفه‌ای‌تر شدی و کارت عمیقه، میتونی بری سراغ 40 یا 45 دقیقه تمرکز. قانون طلایی اینه که تمرکز باید چالشی باشه ولی خفه کننده نباشه. پومودورو قراره کمکت کنه، نه اینکه عذابت بده. حالا این پومودورو به درد چه کسایی میخوره؟
این روش مخصوص آدمایی که زود حواسشون پرت میشه. شروع به کار براشون سخته، آخر روز حس میکنن هیچی جلو نرفتن یا ذهنشون شلوغه. فرق نمیکنه دانشجویی، تولید کننده محتوایی یا فریلنسر. اگه با تمرکز مشکل داری، پومودورو میتونه نجاتت بده. قرار نیست آدم خارق العاده‌ای باشی یا روزی 10 ساعت کار کنی. فقط کافیه هر بار به خودت بگی من 25 دقیقه تمرکز واقعی دارم. همین 25 دقیقه‌ای به ظاهر ساده کم کم تبدیل میشن به کارهای تموم شده، اعتماد به نفس بیشتر و زندگی که واقعا جلو میره. اگه ویدیو امروز برات مفید بود، یاد نره برای اینکه از ما حمایت کنی دکمه لایک رو بزنی. برای اینکه ویدیو بعدی ما رو از دست ندی، حتما ما رو سابسکرایب داشته باشی.